من زیرو هستم کوچیکتون و امروز اولین ویدیو میخوام توی یوتیوب بارگذاری کنم و خلاصه بخوام یه توضیح راجع به چنل بدم اینه که در مورد پنل فری فایر و اینجور چیزاست. خب زیاد وقت نگیرم، بریم سراغ ویدیو. اول از همه در مورد پنل بگم که کاملا بدون بن و بلک لیست تضمینی. شاید بگید که اگه بدون بن و بلک لیست چرا اومدید روی اکانت فیک داری تست میکنی. راستشو بخوام بهتون بگم میخواستم به عنوان اولین ویدیو براتون یه دونه آنتن اوکی کنم، آنتن فری فایر مکس و معمولی، ولی متاسفانه زد اکانت اصلیمون رو بردش بلک لیست. منم نمیتونم هرچی اومد زیر دستم واسهتون آپلود کنم که بعد تستش کنم خدای نکرده اتفاقی برای اکانتتون نیفته. ولی اینو تستش کردم، هیچ اتفاقی نمیفته برای اکانتتون، تضمینی خودمه. الان میریم با هم دیگه ویدیو تستش هم میبینیم. خب بچه ها، از این پنل بخوام براتون بگم اینه که پنل ایم درگ و ایم لاکه، یعنی ایم بات هم داره ولی نه اونقدر قوی. یعنی چیت نیستش که شما دستتون رو بذارید رو تیر همینجوری فرت فرت هد بخوره. بذارید من صدای ویدیو هم کم کنم. چیت نیست که دستتون رو بذارید رو هد فرت فرت هد بخوره. باید حتما بالا بکشید، باید درستم بالا بکشید و مهمه دیگه ستینگ خودتون، گوشیتون، سنستون، پنل کمک کننده است. یعنی شما اینکه پنل رایگانه، شما پنل پولی هم بگیرید کلا چند درصد به بازیتون کمک میکنه. این پنل هم پنل خیلی خیلی خوبیه که بدون بنم هستش. یعنی پنل رایگان خوب بدون بن میشد گفتش که اصلا وجود ندارده. خوبا، یعنی طوری که قشنگ هد بخوره. پنل رو موبایل پنلی نیستش که دستتو بذاری روی تیر هد بخوره، حتما باید بالا بکشی، درستم بالا بکشی. و خلاصه بخوام بهتون بگم خودم یه چند وقتی دارم از این پنل استفاده میکنم، کاملا سیفه، بدون بنه. و رمز اول ویدیو هم 1 هستش. فایل پنل توی کانال تلگرامیمون قرار داره، لینک کانال تلگرامم توی کامنت های همین ویدیو میذارم، توی توضیحات کانالم خواستید برید هست، چنل یوتیوب. و خلاصه یادتون باشه دیگه رمزم 1، عدد اول 3 رقمه، 3 رقمش هم خودم بهتون میگم در ادامه ویدیو. فعلا رقم اول رو داشته باشید. و بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب بکنید، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه، چون که اولین ویدیو منه. به هر حال مهمه دیگه که لایکاش چطوره، ویواش چطوره. و عدد دومم 1 هستش. تا الان رقم اول رمز و رقم دوم رو هم گفتم. رمز کلا 3 رقمه و دارید میبینید دیگه چه جوری خوب هد میخوره. اینجا زنه، البته بهتر بگم خانوم، چون نمیدونم ایرانی یا عرب، بهتره بگم خانوم. خانومه رومون خالی کرد، تایش هم رومون خوابید. حالا دمش هم گرم، من عقده هم کسافت. اینجا رفتیم وانشات پلی بدیم، اینجا رومون خالی کرد، رومون هم خوابید، دمش هم گرم، لطف کرد بهمون. حالا ببینیم که در ادامه من چه بلایی سر میارم. بچه خلاصه دارم میگم دیگه بهتون، اگر خوشتون اومد حتما به هم بگید، تو کامنت هم حتما بگید که چی میخواید، بگید حتما چی میخواید، چون من به جرئت میتونم بگم هر چیزی که بخواید و میتونم براتون بذارم. تأکید میکنم هر چیزی. شما از چیت گرفته تا فایل هدشات بدون بن، بدون بلک لیست، همه چی براتون میتونم بذارم. رقم آخر رمز هم 1 هستش. و تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. فایل پنل تو چنل تلگرامی مونه، اونجا هم حتما جوین بشید. مرسی. بعد از اینکه فایل رو از کانال تلگرامی من بنده دانلود کردید، ذخیره در دانلود ها رو میزنید، چون فایل به حالت فشرده سازی و زیپ هستش و با برنامه زد آرشیور باید خارجش کنید. فایل رو دانلود میکنید، ذخیره در دانلود ها رو میزنید، میاد تو زد آرشیور دانلود ها. حالا برای شما یه گزینه هم میاد تلگرام میزنید. شما اینو میزنید، فایلی که تو کانال تلگرام گذاشتم اینه،
اینو میزنید، استخراج به مکان فعلی رمز میخواد. اون کلمه عبوری که بنده به شما اون کلمه رمز عبوری که من به شما دادم و شما بایستی وارد کنید که یه دقیقه اجازه بدید. خب بچه اون رمز سه رقمی که وارد کردید، اونی که تو کانال تلگرام هست اینه. شما رمز سه رقمی رو وارد میکنید، این میاد برای شما، روش کلیک میکنید، استخراج به مکان فعلی. این برنامه که دارید این بالا میبینید برای شما میاد، میزنید روش، نصبش میکنید. خب بچه حالا ما قبلا نصبش کردیم، میزنید نصبش میکنید، میزنید روش، میاره توی بک میدید، روی لاگین میزنید، اجازه رو بهش میدید، دوباره روی لاگین میزنید و به به مینو پنل رو دارید میبینید. اینفو داره، ESP داره و بایپاس برای اینکه بند نشدنشه. حتما اینا رو باید آنلاک بکنید. اینا رو آنلاک کنید ممکنه بند بشید، یعنی موقعی که پنل رو روشن کردید اول از همه اینا رو بزنید. این دومیه، این ستا، بعدش اینا رو همینجوری آن میکنید. اینم اینفوشه، اینفوش رو قشنگ میتونید تنظیم کنید و بعدش دکمه مینیمایز رو میزنید. هر وقت هم خواستید پنل رو ببندید این دکمه زبده رو میزنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. خدا نگهدار.